این که میگن معلولیت محدودیت نیست واقعا شعار نیست. این بار یک نوجوان 8 ساله، اون هم با گذشت تنها 5 ماه از شروع کارش در رشته شنا، تونسته 2 تا رکورد رو به نام خودش ثبت کنه. با بچه‌های سالم شروع کردیم ما به شنا کردن. الان تو مسابقات بچه‌های سالم و همسن خودش میگیره. یعنی میخوام بگم که واقعا حرف شما درسته، ایشون یه استعداد خداییه. 2 روز هم هست مثل این داری رکورد میزنی. فکر کنی بتونی مقام جهانی هم کسب کنی برای ما؟ انشالله. ایشون 5 متر سینه رو 4 ثانیه رکوردش آوردن پایین که 1 دقیقه و 9 ثانیه جدیدن زدن. رکورد پشت رو 3 ثانیه آوردن پایین، 1 دقیقه و 25 ثانیه. همه میگن که ایشون یه پدیده است و مطمئن باشید ایشون رو سکوهای آسیایی جهانی خواهیم دید. نفر اول نقاشی در کشورم هستن، یعنی کار هنری هم میکنن و جزو درس خونه های مملکت هم هستن. هم خودشون هم داداششون هم تیزهوشن. معادله چنده؟ 20.